مسعود مسجودی پارانوید، فردی آشوب طلب، شخصیتی حادثه آفرین بوده که دائم درگیر مسائل حقوقی شده. اینها جملات شروع گزارش روزنامه نشنال پست است. گزارشی که در صفحه اول این روزنامه معتبر و سراسری کانادا به قلم تری گلاوین، روزنامه‌نگار برجسته و نویسنده کانادایی منتشر شده. تری گلاوین به خصوص رفته به شکایت‌های مسعود مسجودی در سالهای اخیر رو بررسی کرده و در نهایت جمع‌بندی کرده که ایشون شخصیت مشکل آفرین بوده و پارانوید یعنی بدبینی افراطی داشته. به هر حال در این گزارش دفاعیات و اقداماتی هم که نسبت به آرزو سلطانی و مهدی احمدزاده مسعود مسجودی انجام داده بوده تا حدودی بهش اشاره شده، آزارهایی که به این دو نفر رسونده بوده، مزاحمت‌هایی که براشون انجام داده بوده و به علاوه پاسخهایی که اونها در شکایات به دادگاه ارائه داده بودند.